نیت کردم ادا سازم میخوانم دو رکعت نماز عید سعید قربان یا عید سعید اضحی با جمله تکبیراتش که بر من واجب این وقت است. روی آوردم به قبله من به خانه کعبه شریف پشت امام کلش مسلم نیت میکنیم امی تکبیر عمل الله اکبر. من المهو همت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم. برادران گرامی، اگر کسی با این مولانا در ارتباط است ازش سوال بکنین که همین نیت را به زبان بیان میکند و به مردم تعلیم میده از کجا کرده، از کتاب بطن خود بیان میکنه یا نه که در کدام حدیث آمده. در حالی که نیت کردن به زبان نه از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است، نه از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است و نه از سلف صالح هیچ ثابت نیست این نیت کردن به زبان و در هیچ کدام کتابی هم نامده. ما حیران هستیم اینا از کجا میکنن همین نیت کردن به زبان و مردم را فریب میتن، یعنی عوام فریبی میکنن، در چشم مردم خاک میزنن، در حالی که نیت کردن به زبان نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، یعنی کسی عمل را انجام بده و در امر ما در دین ما نیست او مردود است، رد است. احادیث بیشمار است. بنان این همین نیت کردن یعنی قصد اراده قلب میگه. هر کسی فلان یک عبادتی را میگیره، یک عملی را میگیره، همین که در قلبش نیت میکنه اون همون نیت است. نیاز نیست که بر زبانش بگویه که من نیت کردم اینقدر نماز میخونم، فلان نماز میخونم، 4 تکبیر یا نماز عید و نماز جنازه و یا فلان و فلان. اینها اصلا لازم نیست. نیت کردن به زبان بدعت است. دوستای گرامی، هیچ از سلف صالح ثابت نیست. نسائم حكمة ولها عبير